مهاجران در روسیه با یک تفتیش دیگری سختگیرانه روبرو شدند. معلوم نیست که این تفتیش به حادثه زندانی والگاگراد ربط دارد یا نه، ولی مهاجران میگویند دقیقاً روند پس از آن حادثه آغاز شد. تفتیش سخت شده است. برای مثال پیش در راه ناظران راه بودند. آنها حجت‌ها را می‌دیدند و رها می‌کردند. حالا آنها زیادتر شدند. اتوبوس‌های پر از ملیسه و سگ‌های بوگیر دیده می‌شوند. نمی‌دانم همه آنها از کدام نهادند، ولی خیلی زیادند. من زیاد در شهر می‌گردم و 3 روز اخیر وضع چنین است. دیروز 5-6 تاکسی را دیدم که با سگ می‌کافتند. مقامات روس میگویند که 4 محبوسی که کارمندان زندانی والگاگراد را گروگان گرفته بودند زاده آسیای مرکزی هستند. رسانه‌ها نوشتند که 2 تن از آنها شهروند ازبکستان و 2 کس دیگر تاجیکانی شهروند روسیه بودند. در جریان عملیات آنها به قتل رسیدند. به گفته مقامات آنها 4 کارمند زندان را کشته و 3 تن را مجروح کردند. 4 محبوس دیگر نیز زخمی شده است. همان زمان به من از حادثه خبر دادند. از 35 نابالغ که من کمک میرسانم 3 تای آنها در زندان والگاگراد هستند. دیروز والدان با تلفن با فرزندانشان گپ زدند. به گفته آنها حالا هیچ مشکلی و محدودیت نیست و تنها چاره‌های امنیتی سخت‌تر شده است. حقوقشناس از مهاجران دعوت کرد که احتیاطکار باشند و به اغوا دادن نشوند. ادوکات ایرلندبک توکتوسونوف نیز بر این نظر است. آنها زاده آسیای مرکزی هستند برای ما خیلی بد است. حملگران از ازبکستان و تاجیکستان بودند. این حتما به وضع تاثیر میگذارد، چون خوب میدانید که در روسیه چه میگذرد. باید شهروندان ما احتیاطکار باشند. هنوز جزئیات حادثه زندانی والگاگراد روسیه روشن نیست. مقامات توضیح ندادند که چرا محکوم شده ها با اتهام قاچاق مواد مخدر با محکوم شدگان با تروریسم یکجویا نگهداری شدند. این زندان نظامش سخت است. معلوم نیست که اشیا به حیث سلاح به دست زندانیان چگونه رسیده است. سوال در میان است که آیا کارمندان زندان در حادثه دست داشتند یا نه. این زندان نظامش سخت پوشیده است. هیچ ممکن نیست که آنجا اشیاء مثل کارت وارد کرده شود. زندانیانی که دست به گروگانگیری زدند ادعا کردند که عضو داعش هستند. تصدیق رسمی این ادعا در دست نیست. در نوار آنها میگویند قصاص مناسبت بد به گمانبران در حمله کراکوس را میگیرند. رسانه‌ها نوشتند که بار دوم از در زندان‌های روسیه امسال چنین حادثه میشود. اولگا رامان و رهبر یک سازمان کار با زندانیان میگوید عقیده‌های افراطی در زندان‌های روسیه افزایش یافته است. او در صحبت با صدای آمریکا گفت سال 2008 در زندان‌های روسیه اکثراً افراطیان اسلامی نفوذ داشتند. سال‌هاست که مهاجران مهنتی در روسیه زیر فشار جامعه و مقامات ملت‌گرای روس قرار دارند. پس از هر حادثه‌ای که در آن مهاجران دست دارند، فشار بالای مهاجران افزایش می‌یابد و مقامات روس با بی‌رحم‌ترین شیوه با آنها برخورد می‌کنند.